بچه‌ای که الان هنرستانی هستین پایه 12 و امسال فارغ التحصیل میشین دیپلم میگیرید. هنوز نمیدونید که میخواید کنکور شرکت کنید، کنکور هنر بدید یا بدون کنکور با دیپلمتون وارد دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای بشید. شما اگر بخواید کنکور هنر شرکت نکنید نمیتونید توی دانشگاه‌های دولتی برای لیسانس بدون کنکور وارد بشید. اگر میخواید گرافیک بخونید تو دانشگاه دولتی باید کنکور هنر شرکت کنید. اما اگر نه، مثلا دیپلمت انیمیشن میخوای فوتوگرافیک گرافیک بخونی، فوتوگرافیک عکاسی بخونی، مقطع فوق دیپلم ولی دولتی در مقطع کاردانی در واقع، یعنی 2 ساله فوق دیپلم بخونید، احتیاجی نیستش که شما کنکور بدید. کنکور فنی و حرفه‌ای هم ندارید بچه‌ها. با معدل 3 سال هنرستانتون، میانگین معدل کل 3 سال هنرستانتون انتخاب رشته میکنید در تیر ماه سال 405 و وارد دانشکده‌های ملی مهارت، دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای که مختص شما هنرستانی هاست میشید. حالا چه دیپلمتون کاردانی چه دیپلمتون فنی و حرفه‌ای.